امروز روزمون رو با این بارون قشنگ شروع کردیم. بیایم با هم دیگه بریم داخل باغ، برگ سیر بشیریم، یه کوکوی خیلی خوشمزه درست کنیم. دیشب انقدر که بارون شدید بود نصف باغمون همه رو آب گرفته. هم از برگ سیرهای باغ. برگ سیراتون رو خورد کنید. که خورد کردین مرغ پخته شده ریشی شده رو بهش اضافه کنید. الان 4 تا تخم مرغ رو بهش اضافه کنید. کوکو رو چند دقیقه با هم بزنید تا این تخم مرغ موقع پخت کاملا پف کنه. داخل تابه روغن بریزید، مواد کوکو رو بریزید داخل، شعله‌اش کم کنید تا یه طرفش سرخ بشه، بعد برش گردونید. از کوکو سیرمون جای همتون خالی. ما فقط بافت این کوکو رو ببینید. انقدر این کوکو خوشمزه است، حتما درست کنید و نوش جان کنید.